استاد یک سوال دیگه. خب همین مردم درباره 8 رکعت خواندن تراویح یا که 10 رکعت خواندنش بسیار چی میکننده که یگام کس نگفته است، همین دعوا میکننده بسیارتر که باید حتما 20 رکعت خونده شود نماز. سال ما تقریبا در این مسکوه ساعتهای 9 میریم، قریب 10 دقیقه کار میبریم ده هم نمیشه که 20 رکعت نیمه کمتر خونیم. بله 10 رکعت خونید شما، یعنی به قدر امکان خونید، المهم خونید هم. این به یگان حدی محدود از شریعت نآمده است. لیکن مسجد که رفتید کوشش کنید اون مسجد که نمازهای خوانده تمام کند برابر امام گردید هم. ویتر هم همراهی چی خوانید هم همراهی امام. شب در نماز تراویح بودیم، نیمی مردم در 8 رکعت خسته رفت، نیمی مردم پیش از ویتر خسته رفت. حالا که حالت کمالش، بهترین حالتش همراهی امام ویتر را هم خواندن است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام مع امامه حتی ینصرف کتب له قیام لیله. کدام آدمی که همراهی امامش نماز خواند تا برگشتن، یعنی تا مسجد جماعت مسجد تا تمام شدن اگر در نماز شرکت ورزد، کتب له قیام لیله، برای او نماز شبی پره نوشته میشد. همین تراویح در مسجد میخوانید همراه امام تا ویتر، گویا که شما از شام، از اذان شام تا اذان بامداد نماز خواندید، در پیشگاه الله تعالی نوشته میشید. یعنی ببینید سبوکی را، یا عمل اجرا میکنید، صبر میکنید تا آخرش، ثوابی یک شبی پره میگیرید. بنابراین وقتی که مسجد که رفتیتون، همون امام چقدر میخواند تا همون امام برگشتن خانهتون. امام 36 رکعت خواند 36 رکعت، 20 رکعت خواند 20 رکعت، 8 رکعت خواند 8 رکعت. بله در خانه تنها گذار باشید، بله او به قدر وسعت و تواناییتون. یعنی نماز خوانید که خیلی که خواب و خوابالود نماز خوانید، از نمازتون یکی لذت برید، یعنی حس کنید که شما عبادت کرده ایستادید، شما در پیشگاه الله تعالی ایستادید، نه اینکه از مجبوری همین خواب و خوابالود ایستاده باشید. اگر خوابتون باشد میتونید، یعنی که مادامی که شما به نماز تراویح نمیرید، در خانه تنها گذار میخوانده باشید، از کار دیر آمده، در این صورت میتونید یگان لحظه خواب کنید و اول بعد خیست طهارت کرده کنید، این تهجد میشد. این هم خوب است. بله به هر حال از همین بعد نماز خفتن تا اذان بامداد خوانید 10 رکعت، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت ویتر، این چیزای خوانید.